درود بر بینندگان تلویزیون انقلاب ملی و شنوندگان رادیو انقلاب ملی. من رضا عرب هستم. امروز که در خدمتتونم برای این برنامه اتفاقات متعددی افتاده. همونطور که خیلی از شما پیش بینی می‌کردید، روند رویدادها به شکلی بسیار سریع در حال پیچیده شدن و بحرانی شدن هستند برای جمهوری اسلامی و شرایط فرصت‌های متعددی را برای مردم ایران فراهم می‌کنه برای پیشروی و ضرباتی که میشه به جمهوری زد. الان سومین شبی است که ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی حمله می‌کنه. حملات تا جایی که ما میدونیم بیشتر معطوف به جنوب کشوره و ضرباتی است که هنوز آمریکایی‌ها به نظر نمیاد میخوان تبدیلش کنن به یک روند جدید از جنگ. اما خب طبیعتاً جنگ رو طبیعی کرده، هم برای جمهوری اسلامی هم به یک وضعیت عمومی و روزمره برای کشور تبدیل کرده. اگر به یاد داشته باشی، یک دوره نیروهای جمهوری اسلامی، همین اوباشی که در سپاه هستند، ادعا میکردن در سوریه دارن برای بشار اسد میجنگن، چون اگر اونجا نجنگن وضعیت جنگ، وضعیت هرج و مرج، وضعیت بحران، وضعیت بی‌نظمی میاد در داخل. مثلا در همدان باید با این مواجه بشن. پوششی که ایجاد کرده بودن از حیث گفتمانی و در گفتار اینی که ما داریم در سوریه میجنگیم که در همدان نجنگیم. الان ببینید در ظرف چند سال در یک بازی بسیار کوتاه عکسش ثابت شده و نشون داده که چقدر تحلیل اینها از مرحله پرت بوده، چقدر اینها نه تنها در سطح حالا سیاست داخلی و وضعیت ایران نفهم هستند، که در سطح سیاست منطقه‌ای و اون راهبرد کلانی که بهش معتقد بودن و پیشروی میکردن در اون مسیر، چقدر اینها از مرحله پرت هستن و نمیفهمن. علی خامنه‌ای خب معروف بود به این زندگی در هپروت راهبردی. تمام تستایی که داده عملا غلط از آب در اومده. از آزادی قدسش بگیرید، حتی قبلتر بحث جنگ عراق رو هم نگاه بکنید، شما مجموعه از شکست‌ها رو دارید که اینها در اون روایت خودشون طوری مفصل بندی کردن که به ظاهر پیروزی است، وگرنه شما عملیات‌های اینا رو که نگاه بکنید در دوره جنگ عراق هم فاجعه بار بود، بعدش هم اکثر عملیات‌های فاجعه بار بود. در یک دوره یه سری فتوحاتی رو اینا تونستن غالب بکنن با چهره کردن سلیمانی و کارهایی کرد. سلیمانی بالاخره معماری کرد در خاورمیانه، یک پاهایی برای این هشت برای این اختاپوسی که جمهوری اسلامی است و اون رو به عنوان دستاورد اینا فروختن. در سوریه دوره‌ای تونستن قتل عام بکنن مردم رو، برخی از گروهایی که اونجا مسلح شده بودن این رو به عنوان پیروزی فروختن. اما خب دیدیم در عرض یک دهه سوریه به چه سمتی رفت و چه شکستی خوردن. بقیه نیروهاشون هشت هم پاهاش عملاً قطع شد. تکانه هایی برخی جاها داره که اون هم احتمالاً به زودی کلا قطع خواهد شد، به دلیل اینکه اسرائیل همت کرده اینها رو نابود بکنه، آمریکا هم دیگه تحمل نمیکنه. اما مسئله اینجاست که وضعیت جنگ طبیعی شده، به این معنا که وضعیت روزمره شده. شما الان اگه در اخبار نگاه بکنید متوجه میشید که خیلی از افراد حتی توجه هم نمیکنن کجا رو آمریکا زده. زدن بندرعباس، زدن سیریک، زدن جنوب کشور که بخشی از خاک اون مملکته، در دوره حاکمیت فاجعه بار حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی شده یک امر روزمره، امری که حتی در صدر اخبار برای مردم از حیث اهمیت هم نیست. جمهوری اسلامی داره همشون پذیرفتن از بالا تا پایین که در سطحی از وضعیت جنگی زندگی میکنن. اون چیزی که یک دوره مردم رو ازش میترسوندن و میگفتن اگر ما تجاوز نکنیم در کشورهای دیگه در منطقه، اشغالگری نکنیم در مناطق دیگه خاورمیانه، باید در ایران چنین شرایطی رو داشته باشیم که الان داریم. و این واقعا در یک جمله خلاصه کننده وضعیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی جنگ رو آورده به ایران و وضعیت روزمره کرده. این رو متوجه قرار بدید که چنین وضعیتی وضعیت پایدار نیست. منطق جمهوری اسلامی منطقی نیست که بتونه حتی دوام خودش رو به دست بیاره. اینا دلخوش به این لحظه‌ای هستند که تونستن وضعیت رو در داخل کشور کنترل بکنن، اما اون هم از کنترلشون خارج شده و خارج خواهد شد به صورتی که اضمحلال اینا رو به همراه خواهد داشت. نشانه هاش رو هم الان می‌بینیم. یک جنبه شما جنبه اون سقوط سیستمه که داره هر روز یه جنبهش مشخص میشه. بانک‌ها از کار افتادن. خزانه خالی است. بحران اقتصادی سرسام‌آور شده. وضعیت معیشتی فاجعه بار شده. و این ممکنه این ضرباتی که آمریکایی‌ها میزنن، اسرائیلی‌ها ممکنه وارد بشن در یک نقطه‌ای، کشورهای دیگه منطقه هم ممکنه کمک بکنن، ممکنه آمریکا باز پاز کنه، توقف کنه، بگه داریم گفتگو می‌کنیم، اما این هی ادامه خواهد داشت تا اینکه جمهوری اسلامی یا تسلیم بشه یا نابود بشه. این خودش باز فشار میاره بر جنبه‌های مختلف حکمرانی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف کشور. اما یه جنبه دیگه هم داره. جنبه دیگه مبارزه ملت ایران با رژیم جمهوری اسلامی است. شما اگر اخبار رو مرور کرده باشید دیدید که در همین چند روز گذشته حملات به ایست و بازرسی ها هم داره گسترده میشه. چون رویکرد ما در شرایط فعلی، در شرایطی که برای مردم، برای اون چیزی که من بهش میگم جبهه میهن در مقابل جبهه دشمن که نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی هستند، ما در یک وضعیت دفاع استراتژیک هستیم. ما داریم توان خودمون رو تقویت میکنیم در عین حالی که داریم مشاهده میکنیم، بسیاری از اوقات با لذت هم مشاهده میکنیم که توان جمهوری اسلامی داره تضعیف میشه. توان جمهوری اسلامی به روش‌های مختلف تضعیف میشه. آمریکایی‌ها میزنن تو سرشون. اسرائیلی‌ها میزنن مستقیم غیر مستقیم.
کشورهای دیگه منطقه هم میزنن. اماراتی‌ها از موقعی که بستند کاسبی دور زدن تحریم اینها رو در دبی، اینا اوضاعشون خیلی بده. آمریکا میاد یک راهن رو در استان گلستان میزنه. کسی قبل از اینکه این راهن رو بزنه توجه نکرده بود که اینها یه آب باریکه‌ای درست کرده بودن از مسیر شمال شرق، از ترکمنستان، از چین یا از روسیه برخی کالاها رو وارد بکنن. حالا نه اینکه کالایی وارد بکنن که برنج باشه یا گوشت باشه، نه، طبیعتاً اینا تجهیزات موشکی یا پهپادی وارد می‌کردن. طبیعتاً اینا کالاهایی با کاربرد نظامی وارد می‌کردن. طبیعتاً اینها اون چرخه پولشویی و تأمین برخی از اون منابعی رو از اون استفاده می‌کردن که می‌خوان دستگاه سرکوبشون رو باهاش تامین بکنن. خب این رو آمریکایی‌ها میزنن. ببین ضربات هی داره فشار میاره. از طرف دیگه که اونا دارن ضعیف میشن، ما هم داریم قوی میشیم. مردم دارن، ملت ایران، گارد جاویدان، مبارزان راه میهن، جبهه میهن به طور کلی داره قوی‌تر میشه. به این معنا که ما در مرحله دفاع استراتژیک که داریم خودمون رو تقویت می‌کنیم که صحنه رو بتونیم برابر کنیم که به اینها ضربات بزرگی بزنیم، به معنای که فلج بشن، دو تا خط رو خب پیگیری می‌کنیم به طور مشخص. یکی بحث ایجاد بی‌نظمی‌هاست، اینکه نظم حکمرانی، توان حکمرانی جمهوری اسلامی ازش گرفته بشه. خب این آمریکایی و اسرائیلی دارن انجام میدن، در سراسر کشور خیلی از مبارزان هم انجام میدن. یه جنبه دیگه، اون خط دیگه، افزایش ترس در نیروهای سرکوبه. این رو هم شما می‌بینید که به طور گسترده داره ادامه پیدا می‌کنه. مثلا در همین هفته اخبار حمله به یوسف بالاسیغ از مشهد اومد، در شهرهای مختلف میاد. مشخصا یکیش در منطقه سرافرازان بوده، در منطقه آزادگان. من دیدم که نزدیک بلوار فکوری هم بوده. من خودم با اون منطقه آشنام، میدونم بسیاری از جوانان میهن‌پرست اونجا زندگی میکنند. یه خبر دیگه هم من دیدم نوشته در نزدیکی حرم همچین حمله‌ای بوده. این رو در نظر بگیرید. در برنامه‌های قبلی هم گفتم ضربات به یوسف بالاسیغ‌ها اکثرا خبری نمیشه. مهمم نیست خبری بشه. در شبکه‌های اوباش بسیجی و سپاهی پخش میشه. نیروهای امنیتی رژیم در نام وزارت اطلاعات سپاه اینا همه رو دارن. همینا بترسن کافیه. هدفم همینه. همون یک خبری هم که میاد بیرون، مثلا سرافرازان رو که تایید کردن، اسم اون بسیجیای کشته شدن هم منتشر کرده بودن. همینم که میاد بیرون هشداریش به بقیه اوباش بسیج، سپاه، نیروهای امنیتی که بدونید وضعیت تغییر کرده، وضعیت داره تغییر بیشتر میکنه. آماده باشید. شرایط به طوری نیست که شما فکر کنید میتونید دختر مردم رو با باتون بزنید، به پسر مردم شلیک بکنید تو سرش با گلوله. برید یه بالای ساختمون واسید، جمعیت چند صد هزار نفره‌ای که اومده تو خیابون حقش رو فقط میخواد رو شلیک بکنید، قتل عام بکنید. شرایط داره تغییر میکنه. دیگه شرایط اینجوری نیست که شما فکر کنید دلخوشی به اون کلاشی که بهت دادن با دو تا خشاب پلی که دستته. شرایط داره تغییر میکنه. این ملت میهنش رو، مملکتش رو از شما پس میگیره. این به زودی رخ میده. شما دو راه دارید. اگه دستت به خون ملت آلوده نیست که خیلیاتون هست، بدونید یکی اینه که بشین کنار خونه بپذیر تمام شد. دوره استبداد ولایت فقیه، اشغال جمهوری اسلامی تمام شد. تونستی کمک هم بکن به مردم. فعالانه ریزش کن در مسیر وطن. این همه سال بی‌وطنی کردی، این همه سال وطن فروشی کردی، این همه سال با ایرانی ستیز کردی. در این لحظات بپیوند به ملت ایران و بپذیر که دوره تمام شد. حاکمیت ملی دوباره تثبیت خواهد شد. شما هم جوابگوی جنایاتی که کردی باشی. شهروند ایرانی، طبیعتاً کسی شهروندی یک شهروند ایران رو که ازش سلب نخواهد کرد. حاکمیت قانون بناس برگرده. بناس ظلم و جور شما جمع بشه، حکومت قانون و منفعت ملی ایران بر صدر بنشینه. راه بعدی اینه که خب میپذیری که میخوای با مردم ایران مبارزه بکنی، اما خب حواستون باشه که از این به بعد شرایط تغییر کرده. ما در فاز دفاع استراتژیک ضربه میزنیم، برمیگردیم، ملت قوی شده. این رو باید در نظر بگیرید. طبیعتاً اخباری هم که از بسیاری از این موارد منتشر میشه، در بسیار مواردی منتشر نمیشه. در اون مواردی که اخباری منتشر میشه طبیعتاً سعی میکنن طوری اخبار رو منتشر بکنن که ایجاد وحشت در نیروی سرکوب نکنه. مثلا تقلیل بدن بحث رو به اینکه یه بحث شخصی بوده یا اینی که یه درگیری بوده بین افراد در یک یگان. اینطوری نیست. شما به الگو که نگاه بکنید میبینید که در شهرهای مختلف این داره گسترش پیدا میکنه. این همون آمادگی است که مرتباً در موردش صحبت میکنیم. در داخل کشور هم من میدونم که همین آمادگی ذهنی داره به وجود میاد و نسبتاً اومده. و هم اینی که با توجه به تجربه 6 ماه گذشته مشخصاً مسیر توانمند شدن رو خیلی از مبارزین راه میهن آموختند و به کار گرفتند. این بحث مهم است. اینجاست که بحث آمادگی ذهنی در کنار شناسایی، مراقبت، تجسس، دسترسی به تجهیزات، امکانات، اگر همین گزارشی که از بلوار سرافرازان مشهد منتشر شده بخشیشو بگیم که درست بوده، که افرادی بودن که با لباس سپاه نزدیک شدند، ضربه رو زدن و از محل رفتند، شما می‌بینید که اون گروه فکر کرده بوده به اینی که چگونه به اون محل نزدیک بشه
ضربه رو وارد بکنه به نیروی سرکوب، به نیروی اشغالگر و از محل فاصله بگیره. خب این نشون دهنده اینه که در این زمینه کار شده بوده و این خودش میتونه درس‌هایی درش داشته باشه برای کسان دیگه که میخوان ضربات به نیروی سرکوب بزنن. اینو توجه بکنید که هر چه ما به پیش بریم، فرصت برای دادن ضربات به سیستمی که ظرفیت اوکراینی خودش رو داره از دست میده بیشتر میشه. سیستمی که درگیر تضادهای درونی میشه و گروه‌های ذی‌نفع با هم دچار مجادله میشن، فرصت برای این ضربات بیشتر میشه. اون اتفاقا اون بسیجی و اون سپاهی و اون امنیتی دون، به تعبیری که دوستان اون اوباش دوزاری رژیم جمهوری اسلامی که تو خیابون هستن، اتفاقا ضربه رو میخورن. اون بالایی‌ها که الان درگیرن، هوا که پس باشه احتمالاً به جایی امن‌تر فرار خواهند کرد. خب این خودش نکته هاست درش برای اون نیرویی که تو خیابون داره ملت ایران رو سرکوب میکنه و میکشه که انتهای این پیروزی ایرانه. شماها یه خطی جزئی، یک زخمی بودید بر تن ایران، درمان خواهد شد. سرطانی بودید در درون این بدن ایران، شما جراحی خواهید شد. این چیزی نیست که من بگم، این چیزی که داره رخ میده. شما خودتون دارید لحظه به لحظهش رو میبینید، تاریخ رو دارید ببینید. این حکم تاریخه. شما نمیتونید حکومت بکنید بر ملتی علیه اون ملت، ادعا بکنید که حاکم مسلمین جهانید، بعد چنین بیشرمی، چنین جنایتی، چنین آبروریزی رو رقم بزنید در هر ساحتی که شما وارد شدید. شرم بر شما. اینجاست که هر چقدر در فاز دفاع استراتژیک ملت ایران قوی بشه و تقویت بشه، امکان چنین ضرباتی هم به رژیم بیشتر میشه و این ضربات هر دو فاز عملیاتی رو برآورده میکنه. هم بی‌نظمی رو پراکنده میکنه، ظرفیت حکمرانی سیستم رو میگیره با اون بی‌نظمی، و هم ترس رو، حالت اپیدمی و همه‌گیر میکنه در نیروهای سرکوبگر و قاتلین استخدام در جمهوری اسلامی. پس بر این نکات، بر این الگوها توجه داشته باشید. از نکاتی که میتوان آموخت، از این مواردی که خبری میشه استفاده بکنید. اگر خودتون ایده‌ای ندارید، خیلی از موارد و وسایل رو خودتون میتونید تهیه بکنید. الان شما اگر به دستورالعمل‌های مثلا ارتش آمریکا نگاه بکنید، ارتش آمریکاست با اون عظمت، با اون تجهیزات. شما اگر تجهیزات فردی که یک سرباز آمریکایی مجموعه‌ای که به خودش متصل میکنه در کولش هست، وقتی به یک عملیات میره ببینید بسیار مجهزن. یعنی انواع تجهیزات و ادوات همراه یک سرباز هست. حالا هرچه اون سرباز رسته عملیاتیش خاص‌تر باشه، ممکنه تجهیزات هم پیچیده‌تر و خاص‌تر بشه. اما برای همون ارتش آمریکا، برای همون سرباز آمریکا که وارد عملیات میشه، هنوز که هنوزه دستورالعمل‌های ساخت کوکتل مولوتوف وجود داره. یعنی هنوز تصور اینه که شما اگر هیچی نداشتید، شما فرض کنید در یک شرایط بحرانی گیر کردید، در یک عملیات تنها افتادید، نیروی زرهی یا یک نیرو گروهی از طرف مقابل، از طرف دشمن داره به شما نزدیک میشه، تنها چیزهایی که دور و براتون هست امکانات ساده است که در یک پارکینگ یا یک آشپزخونه پیدا میشه. اونجا به سرباز میگن کوکتل مولوتوف اینجوری درست کن. اینجوری درستش بکنی ضربه بیشتری هم میزنه. چون اونجا شما میدونی که من تنها ام، منم، شاید یک نفر دیگه هم با من باشه، شاید یک نفری کنار من حتی زخمی باشه. اون طرف فرض کنید یک گروه داره به من نزدیک میشه. اونجا دقیقاً شما به همچین تصوری وارد عملیات میشید. میگید اوکی، اینجا من باید برم تو فاز دفاع استراتژیک، من باید یک ضربه‌ای بزنم که اونجا بی‌نظمی ایجاد بکنم، اونها رو به هم بریزم، در عین اینی که هم یک زمانی برای خودم داشته باشم، یه مقدار عقب نشینی کنم، کمک برای من برسه یا امکانات بیشتری فراهم بکنم. دقیقاً وضعیتی که الان برخی از نیروهای مبارز در گارد جاویدان هم دارن. شما یک ضربه میزنید، فضا باز بشه، یه مقدار میرید عقب، تجهیزات بیشتری ممکنه پیدا بکنید، گروهتون گسترش پیدا میکنه، یا ممکن ضربه‌ای که به اون طرف میزنید یا بقیه بهشون میزنن، ممکنه خب فرض کنید نیروهایی که همکار شما هستن و همپیمان شما هستن هم آتش توپخانه‌شون رو اون گروهه، ممکنه اون هم کار کنه، اما خب شما هم یک ضربه میزنید. اینجاست که آموزش میده به سرباز آمریکایی که اگر خواستی کوکتل مولوتوف اینجوری درست میشه. سالهای سال، دهه‌ها کتابچه خرابکاری، سابوتاژ بخشی از آموزش برخی یگان‌ها بود، هم در دستگاه اطلاعاتیشون هم در دستگاه نظامیشون در آمریکا. بحث سابوتاژ و خرابکاری اینی که شما به راحتی میتونید با یک انبردست، با یک نمیدونم پیچ گوشتی، با یک قیچی، سیم، میخ، پیچ، میتونید بخشی از یک سیستم رو از کار بندازید. میتونید ضربه‌ای بزنید که یک سیستم فلج بشه برای مدت‌ها. این مجموعه مواردی است که شما میتونید به کار بگیرید برای اینکه به طرف مقابل در بخصوص در فاز دفاع استراتژیک ضرباتی بزنید که هم ظرفیت حکمرانیش رو بگیرید، بی‌نظمی رو القا بکنید به سیستم، دومینوی بی‌نظمی رو به جریان بندازید، خودتون رو توانمندتر بکنید، یه مقدار بیاید عقب‌تر بتونید که تمرکز کنید برای اینکه چجوری تجهیزات پیدا بکنید، و یه مقداریش هم ظرفیت عملیاتی شما نشون میده. ظرفیت عملیاتی شما بالاخره خودش
باید شناسایی بشه و رصد بشه. اینها مجموعه مواردی است که باید در نظر گرفت. در حال توجه داشته باشید به اخباری که میاد و خیلی وقتا به اخباری هم که نمیاد در مورد این حملاتی که به ایستگاه بازرسی ها میشه. ایستگاه بازرسی در حال حاضر اون مفصل بندی یا حداقل اون مفصل بندی نمادین نیروی سرکوبن، اون چیزی که در جلو میخوان نشون بدن که هنوز توانش هست. طبیعتاً رژیم ضعیف‌تر از اون چیزی که میخواد تصویر بکنه، اما خب بخشی از اینه که اینا بعد از ضرباتی که ملت بهشون زده، بعد از ضرباتی که اسرائیل و آمریکا بهشون زدن، هنوز این تصویر رو دارن نشون میدن که سرپا هستن. به خاطر همینه که این تصویر رو میتونن نشون بدن. بالاخره این رو هم باید در نظر گرفت که ما هر چه به این تصویر هم ضربه بزنیم باز میره در مسیر همینی که ظرفیت حکمرانیشون رو بگیریم. این رو هر چه بیشتر مورد توجه نیروهای جبهه میهن ملت ایران، مبارزین، گارد جاودان قرار بگیره، خودش تقویت میکنه همین تضعیف تصویری که اینا نشون میدن که میتونن حکومت بکنن. در لحظه‌ای همیشه بر همگان آشکار میشه، به خصوص در درون خود اون رژیم، که این رژیم ساختاری پوسیده است و واقعا ظرفیت حکمرانی حتی برای یک ساعت آینده نداره. اون لحظه‌ای است که خیلی‌ها منتظرن ببیننش و اون لحظه هم رخ خواهد داد. اما بحث اینه که واقعا تا 10 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت قبل از اون لحظه هم رژیم معمولا میتونه این تصویر رو نشون بده که داره حکومت میکنه. اما در نگاه تاریخی وقتی ما متوجه بشیم که شاید یک ساعت، یک روز، یک هفته، یک ماه تا اون نقطه فاصله است، خیلی نگاه ما رو به بحث مبارزه و نگاه ما رو به بحث امید برای پیروزی تغییر میده. این رو مد نظر داشته باشید. اخباری که منتشر میشه رو همیشه با این عینک نگاه بکنید که ما داریم قوی‌تر میشیم، رژیم داره ضعیف‌تر میشه. چون این دقیقاً اتفاقی که داره میفته و این چیزی است که جمهوری اسلامی نمیخواد انعکاس پیدا بکنه. به این توجه داشته باشید و شک نکنید که اون لحظات مهم در حال حاضر داره رخ میده که مقدمه است برای اون آشکار شدن فروپاشی یک سیستمی که تماماً نابوده، فقط تونسته بر سر یک سیخی به جای اون عمود خیمه و اینها برپا بمونه. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ملت ایرانه. پاینده ایران و جاوید شاه.